سلام دوستان و همراهان گرامی، به کانال یوتیوب در مسیر دانش خوش آمدید. دوستان عزیز، جهت حمایت از ما لطفاً لایک و سابسکرایب یادتان نرود. دوستان عزیز، موضوع مورد بحث این ویدیو ما رابطه اشتراکی یک طرفه یا کوردینیشن اکویوالنت باند هست. موضوع بحث این ویدیوی ما رابطه اشتراکی یک طرفه یا کوردینیت اکویوالنت باند هست. ابتدا به این پرسش پاسخ میدیم که مفهوم رابطه اشتراکی چیست و چی تفاوت بین رابطه اشتراکی و رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. دوستای عزیز، جهت وضاحت مفهوم رابطه اشتراکی ما دو فامیل در نظر میگیریم. به طور مثال در فامیل A زن و شوهر هر دو کارمند است که معاش شوهر 10,000 افغانی است و همچنان معاش خانم نیز 10,000 افغانی است که عواید هر دو نفر به طور ماهوار 20,000 افغانی است که این مقدار پول به طور مشترک توسط هر دو نفر به مصرف میرسه. در نتیجه ما گفتم میتونیم عواید و مصارف این فامیل یک رابطه اشتراکی هست. اما عواید و مصارف این فامیل یک رابطه اشتراکی هست که توسط زن و شوهر تهیه میشه. اما در فامیل B مرد دارای عواید ماهوار 20,000 افغانی است، اما خانم آن در خانه کار میکنه که عواید خانم آن 0 هست. کنیمی فامیل ما هم 20,000 افغانی درآمد داره که شوهر که توسط شوهر تهیه میشه و طور مشترک توسط زن و شوهر به مصرف میرسه. کنیمی رابطه یک رابطه اشتراکی یک طرفه هست که تنها پول توسط شوهر تهیه میشه و توسط خانم و شوهر و طور مشترک به مصرف میرسه. و حال از نظر علم کیمیا ما دو اتم در نظر میگیریم. به طور مثال اتم P و اتم Q را کنیمی دو اتم با همدیگر رابطه کیمیایی برقرار میکنند. در این رابطه اتم P یک الکترون با اتم Q و بالمقابل اتم Q یک الکترون با اتم P مشترک میگذارد و یک رابطه کیمیایی را تشکیل میده که در این رابطه الکترون ها به صورت مساویانه مشابه به فامیل A توسط هر دو اتم تهیه شده. که نمیگونه رابطه به نام رابطه اشتراکی یاد میشه. و همچنان اتم X و Y در نظر میگیریم که در این دو اتم X دو الکترون در مدار ولانسی، در قشر ولانسی یا مدار آخری خود، اما اتم Y هیچ الکترون در قشر ولانسی خود نداره و اتم X یعنی دو الکترون خود با اتم Y مشترک میگذاره و یک رابطه کیمیایی را تشکیل میده. این رابطه مشابه به فامیل B هست که جفت الکترون توسط یک اتم تهیه شده است و در نتیجه یک رابطه کیمیایی شکل گرفته که این گونه رابطه را به نام رابطه اشتراکی یک طرفه یاد میشه. خب دوستای عزیز، و حال به اینی پرسش پاسخ میدیم که رابطه کیمیایی یک طرفه چگونه شکل میگیره. دوستای عزیز، رابطه اشتراکی یک طرفه وقتی بین اتم ها تشکیل میشه که یک اتم جوره الکترون آزاد داشته باشه و بالمقابل اتم دیگر فضای خالی داشته باشه. به طور مثال اگر مرکب آب مطالعه بکنیم دیده میشه که یک اتم اکسیژن
یک الکترون خود یک الکترون خود با 2 اتم هیدروژن به اشتراک گذاشته که در نتیجه مرکب آب تشکیل شده. اگر تعداد الکترون ها را در هر اتم محاسبه بکنیم دیده میشه که اتم اکسیژن 6 الکترون در مدار خارجی یا قشری ولانسی خود داشته و 2 الکترون خود با یک الکترونی اتم هیدروژن مشترک گذاشته. در نتیجه مطابق قانون اکتیت مدار خارجی الکترون اتم اکسیژن به 8 الکترون رسیده و در نتیجه اتم به ثبات رسیده است. و از طرف دیگر مطابق قانون دوپلت مدار خارجی اتم هیدروژن نیز به 2 الکترون رسیده که اتم هیدروژن ثبات خود به دست آورده. کلمه الکترون های مشترک گذاشته شده به نام جوره الکترون جفت شده یاد میشه و این الکترون هایی که مشترک گذاشته نشده به نام جوره الکترون های آزاد یاد میشه. خب دوستای عزیز، ما یک ایون هیدروژن دیگر را در نظر میگیریم که چارج مثبت ایون هیدروژن به این معنی است که اتم هیدروژن الکترون خود باخته بنابراین قشر ولانسی یا مدار ولانسی آن کاملا خالی است که با آسانی میتونه الکترون رو بپذیره و در اینجا اتم هیدروژن اتم اکسیژن و در اینجا اتم اکسیژن یک جوره الکترون آزاد داره و بالمقابل ایون هیدروژن فضای خالی داره. در نتیجه اکسیژن یک جوره الکترون آزاد خود با ایون هیدروژن مشترک میگذاره. ایون هیدرونیم تشکیل میده. در ایون هیدرونیم این دو رابطه‌ای که در نتیجه مشترک قرار دادن یک الکترون توسط اتم اکسیژن و هیدروژن تهیه شده، رابطه‌ای که تشکیل داده شده به نام رابطه اشتراکی یاد میشه. و اما به این رابطه که یک جوره الکترون مشترک تنها توسط اتم اکسیژن تهیه شده به نام و رابطه کیمیایی را تشکیل داده به نام رابطه اشتراکی یک طرفه یا کوردینیشن کوالنت باند یاد میشه. دوستای عزیز، در ایون هیدرونیم بعد از تشکیل رابطه کیمیایی یک چارج مثبت دیده میشه. دلیل این چارجی است که اتم هیدروژن وقتی که الکترون خود میبازه به ایون هیدروژن تبدیل میشه که ایون هیدروژن صرف یک پروتون داره و زمانی که ایون هیدرونیم تشکیل میشه در واقع یک پروتون و مرکب آب توسط مرکب آب جذب میشه. پس در نتیجه گفته میتونم در رابطه اشتراکی یک طرفه جوره الکترون ها از طرف یک اتم تامین میشه. دوستای عزیز، حال به این پرسش پاسخ میدیم که چرا اتم کربن در مرکب کربن مونوکساید رابطه اشتراکی یک طرفه تشکیل میده. دوستای عزیز، اتم کربن و اکسیژن ملاحظه نمایید. همانطوری که میدانید در مدار ولانسی یا در قشر ولانسی اتم کربن 4 الکترون وجود دارد و در قشر ولانسی اتم اکسیژن 6 الکترون حضور دارد که کربن و اکسیژن هر یک دو الکترون با هم شریک می‌کنند که رابطه اشتراکی دوگانه را تشکیل میده و ما میتونیم نوشته بکنم C دو رابطه O که یک رابطه اشتراکی دوگانه است. دوستای عزیز، ما میتونیم ملاحظه نماییم که دو جوره الکترون شریک گذاشته شده است. حال اگر تعداد الکترون ها را محاسبه بکنیم دیده میشه که تعداد الکترون های قشر ولانسی یا مدار خارجی اتم اکسیژن 8 الکترون رسیده و اکتید اتم اکسیژن تکمیل. و اما اگر تعداد الکترون های قشر ولانسی اتم کربن محاسبه بکنیم دیده میشه که
6 الکترون در قشر ولانسی اتم کربن حضور دارد و اکتیدیان تکمیل نیست که به 2 الکترون بیشتر ضرورت دارد تا اکتیدیان تکمیل شود و اتم به ثبات برسد. خب دوستای عزیز، اگر اتم اکسیژن ملاحظه بکنیم دیده میشه که در اینجا و در اینجا یک جوره الکترون آزاد وجود دارد و بالمقابل اتم کربن فضای خالی در قشر ولانسی خود دارد. در نتیجه اتم اکسیژن یک جوره الکترون آزاد خود با اتم کربن مشترک میگذارد که این جوره الکترون تنها توسط اتم اکسیژن داده میشه. حال اگر تعداد الکترون های قشر ولانسی هر یک از اتم ها را محاسبه بکنیم دیده میشه که به 8 الکترون بالغ میشه، یعنی 8 الکترون در قشر ولانسی اتم اکسیژن حضور دارد، همچنان 8 الکترون در قشر ولانسی اتم کربن که اکتید اتم اکسیژن و کربن تکمیل است. پس فرمول مولکولی اتم کربن مونو اکساید را این گونه بیشتر کرده میتونیم. دوستای عزیز، در اتم کربن مونوکساید یک رابطه اشتراکی دوگانه وجود دارد و یک رابطه اشتراکی یک طرفه یا یک رابطه کوآردینیشن کوولنت باند یا رابطه اشتراکی یگانه وجود دارد. پس ما گفته میتونیم که رابطه اشتراکی یک طرفه در کربن مونوکساید وجود دارد. دوستای عزیز، و این لیست مرکبات است که در آنها رابطه اشتراکی یک طرفه یا کوآردینیشن کوولنت باند وجود دارد. دوستای عزیز، ویدیوی ما ختم است. لطفاً حمایت از ما لایک و سابسکرایب یادتان نرود. تشکر از همراهی شما. بالله